مسقطی زعفرونی یه دسر خیلی خوشمزه و نوستالژی. 2/3 نشاسته گل به همراه 3.5 لیوان آب ترکیب کنید و از صافی ردش کنید، بریزید داخل قابلمه که آشغال نداشته باشه. به همراه 1 لیوان شکر فقط هم بزنید و روی شعله کم بذارید، چون بوی نشاسته رو میخواین نده، حتما شعله‌تون رو بچه‌ها کم کنید. بهش زعفران اضافه کنید. من در حین کار یادم رفت بهتون بگم بچه‌ها، یعنی تو فیلمم نیفتاده، بهش یه تیکه کره هم حتما اضافه کنید، طعم خیلی خوبتر و خوشمزه تری رو بهتون میده. بهش بعد اینکه فقط مدام هم زدیم، بهش گلاب و عرق هل هم اضافه کنید که طعم فوق العاده تری میده. میخوای خوشگل تر بشه دسرتون، حتما میتونید از خلال پسته، خلال بادام هم تو این ترکیب خوشمزه اضافه کنید. فقط هم بزنید، یکم با حوصله تر از فرنی، اما خیلی خوشمزه است. میتونید زمانی که دیگه تموم شد، کامل درست شد، خیالتون راحت شد، بریزید داخل یه سینی که از قبل چربش کردی، بریزید داخل اون، قشنگ پهنش کنید و میتونید تیکه تیکش کنید و لقمه ای استفاده کنید. نوش جان.